برید اومدیم با یه چالش جدید از چنل مربا. سلام، من داداش لواشم. لطفا ما رو ساب و لایک کنید. لایک و ساب یادتون نره. خب از یک تا 3 یه عدد انتخاب کن. من یک رو انتخاب میکنم. اوه خیلی عالی. خب حالا این چست پلیتت از 1 تا 3. 2. اوه این خوب. حالا این یکی تومبونته از 1 تا 3. از 1 تا 3 من 3 رو انتخاب میکنم. 3 خیلی عالی. خب از 1 تا 3 سورد. من 2 رو انتخاب میکنم. ماشاءالله. این خوبه. حالا آیتم خاص. من 1 رو انتخاب میکنم. این خوب بود. این خدای خوب. خب اینم میتونی باش اتک بدی ولی سورد نیست. به نظر من 2 رو انتخاب میکنم. 2 گزینه خوبی بود. از 1 تا 3 این یکی غذاه. یا بالفرض غذا 1. این خوب نرفتی. خب حالا ما به تو انتخاب کن از 1 تا 3 که با چه مابی بجنگی. 3. یا بالفرض چیه؟ یا خدا چیه؟ ریدی به والله که ریدی. حالا تعداد ما آقا 1. خب داش استوب کن. لواش جان شما هلمتی که انتخاب کردی یه هلمت مسی. این چیز پلیتی که انتخاب کردی چست پلیت ندرایتی. آخ جون. حالا تومبون طلایی. ای خدا ریدم. آیتم خاص توتم. آخ جون. حالا اون چیزی که میتونی باش دوباره اتک بدی ولی سورد نیست میس. آخ جون. حالا غذاتون گلدن کارت سیب این خوب نبود. هویج طلایی و ماب چیزی نیست جز واردن. یا ابوالفضل واردن تعدادش خودت میتونی نگاه کنی عزیز من. یا ابوالفضل 100 تا ماب. خب چه خبره؟ داداش ببارم. آماده ای؟ آره. خب 1 2 3 1 2 3 4 یعنی 20 21 22 نه این همه بردم. 24 25 26 27 28 29 وای مردم.